رفقا چطورید؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی دد رایتر سوسایتی. و توی این شورت من تصمیم گرفتم که بهتون بگم که اصلا این کانال از کجا آب میخوره و چرا من تصمیم گرفتم همچین ویدیوهایی درست بکنم. اولش که خب این پیج اسمش از اسم فیلم دد پویت سوسایتی به نحوی اسکی رفته دیگه، خودمونیم دیگه. آره این اسم از اونجا میاد. دوم اینکه من یه مدتی بودش که همش دنبال این بودم که یه پیجی، یه پادکستی، یه چیزی پیدا بکنم که توش در مورد نویسندگان معاصر و غیر معاصر صحبت بشه، که همچین چیزی پیدا نکردم و گفتم که چرا خودم دست به کار نشم. همین شد که الان ما با انجمن نویسندگان مرده در خدمت شما هستیم و قرار براتون تولید محتوا بکنیم. ماچ بهتون.